سالتان با تماشابینان ارجمند. عین زمان ما در مغازه مهربانی تشکیلات جمعیتی آرمان دلها قرار داریم. تشکر زیاد که ما را همه روز پیگیری می‌نمایید و با تکمه‌های لایک و بازنشر خویش روح بلند می‌نمایید. دوستان عزیز، از دستگیریتان خیلی می‌ندار است. یادآور باید شد که مغازه تشکیلات جمعیتی آرمان دلها که مغازه مهربانی نام دارد طول 1 سال است برای مردم خدمت کرده ایستاده است. به اینجا شخصانی دارا سر و لباس‌های زیادتی و نالازمه خویش را می‌گذارند و برعکس شخصانی کمبیزاتان و نیازمندان سر و لباس‌های درکاری را با خود گرفته می‌روند. دوستان عزیز، و مناسبت عید سعید فطر و مناسبت روز جوانان و غلبه، دو مغازه مشهور و معمولی اسفره که نخواستند نامشان را افشا کرده باشیم و مغازه ما تعداد زیادی پایافزارهای زمانوی نو را تقدیم نمودند. باز سر و لباس‌های نو و قابلیتی بلند استفاده شوی دارند توفه کرده شد. مغازه مهربانی تشکیلات جمعیتی آرمان دلها هر هفته روزهای دوشنبه و جمعه از ساعت 8 صبح تا 17 شام خدمت می‌کند. دوستان عزیز، ناگفته نماند ما در فدراسیون روسیه در شهرهای مسکو و قزان انبارها داریم. شما اگر سر و لباس‌های زیادتی یا مال و محصولاتی که برای روزگار در کار است نالازم است برای شما، آن را می توانید به انبارهای ما برده سپارید. در یک مدت کوتاه تحفه‌های تقدیم کرده شما به مغازه ما وارد گشته به نیازمندان تقدیم کرده می شود. دوستان عزیز، شما تنها بارو تحفه را برده رسانید، خلاص آورده رساندن بی پول است. تشکر زیاد که ما را پیگیری می نماید و ما را دستگیری می کنید. بگذار خداوند خیر شما را بر یا به درگاهش قبول کند، پاداشش را در چند برگرداند. صف خیرخواهان و نکوکاران بگذار زیاد گردد.